اولین بازی بزرگ و فوق‌العاده جذاب و مهیج، بالاترین رقابت بزکشی در دور ششم لیگ ملی بزکشی افغانستان را شما شاهد هستید. باز هم گساله‌ای که در اختیار یاران سرپل قرار داره، موقعیت برای سرپل تا اینکه اولین امتیاز را کسب بکنه، همچنان فرصت و امتیازی که کسب نشد. گساله روی خط دایره حلال هست. مدافعان پرشمار بدخشان هم راههای نفوذ را بسته بر روی نجیب الله پهلوان، ولی او دست بردار نیست. خوب بلد است در شرایط سخت چگونه امتیازگیری کنه. فرصت برای سرپل و امتیاز اول باز هم توسط بانک تجربه سرپل. و قسمی که دیده میشه جمعیت زیادی از ورزشکار تماشاچیان بدخشان شکل داده به دلیل اینکه ورزشگاه غرق در سکوت هست. باز هم فرصت برای بازیکنان سرپل، موقعیت برای امتیاز دوم، همچنان پهلوانان سرپل. فرصت و امتیازی که کسب نمیشه. گساله هنوز در اختیار یاران بدخشان هست و ببینیم که چه زمانی به امتیاز دست پیدا میکنه یاران بدخشان. یک چرخش تاکتیکی از سوی عتیق مختار. فرصت برای بدخشان تا اولین امتیاز را کسب بکنه و باز هم دفاع جانانه از سوی یاران نجیب الله پهلوان. فرصت برای سرپل، امتیاز دوم در راه است. موقعیت با پرتابی که تبدیل به امتیاز نمیشه داد. باز هم گساله در نزدیکی دایره حلال. موقعیت و امتیاز دوم برای سرپل. گساله خط نشده. فرصت برای بازیکنان بدخشان تا اولین امتیاز کسب میشه. امتیاز کسب میشه. باز هم نجیب مختار هست که به داد تیم بزکشی بدخشان میرسه. اینجا در مرحله اول دفاع جانانه را نجیب الله پهلوان انجام داد ولی منصرف نشد تا نفس آخر برای بدخشان. بله